سلام برای بکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز با محمد، یکی از برای بکسی که قراره احتمالاً زیاد ببینین، البته بستگی به کامنتاتون داره، امیدوارم فوش شما باشه. من خیلی باحال می‌کنم، یه وایب خیلی مشتی داره و از این حرفا. آقا داستان این چیه؟ من از میخوام هفته یه بار یه ویدیو بدم که فقط راجع به پول صحبت کنیم و نه چجوری پول دار بشیم و نه یعنی درآمد چی کار بکنیم، نه داریم پول در میاریم. استپ 2 چیه؟ همه ویدیوها اینه که قدم 1 چیه که آقا بریم پول در بیاریم، بریم این کارو بکنیم، میشه رفت تو ای آی، میشه رفت تو فلان اسپلین جان. خب حالا هر کسی یه کاری کرد، داره پول داره میاد، $100 داره در ماه میاد. حالا از این بعد میخوایم چیکار کنیم؟ من ویدیوی خیلی خوب راجع به این موضوع دارم، خب ولی چون که ویدیو زیاد داریم و به قول معروف قدیمی میشه، کسی یکون داره نبیندش فراموش میشه. یعنی هر کسی بره اون ویدیو منو ببینه، تمام ویدیوهایی که من از من میخوام بسازم راجع به این موضوع شاید بیخود باشه. ولی 2 تا اتفاق، خیلی ندیدم اون ویدیو رو، نمیدونم کجاست من ببینن، اون یه داستان. دوم چیز، نمیدونی تکرار چقدر اهمیت داره. یعنی هیچی مهمتر از تکرار نیست. من خودم یادم میره مثلا که باید آدم باشم، تا خودم به خودم هی تکرار میکنم که آقا آدم باش، آدم باش، آدم باش، آدم باش. حالا این میتونه تو صحبت کردن با زنم باشه، این میتونه تو مثلا تربیت بچه‌هام باشه، میتونه تو پول جمع کردن باشه. اینی که ببین توی چیزی یا خوبی یا بدی. خب اگر خوبی که اصلا لازم نمیشه صحبت بکنیم. اگه مثلا که تو پول خوبه، خب دیگه پول خوبه دیگه، همیشه حواسش هست به پول. اونی که بده یعنی این تو خونت نیست و چیزی که تو خونت نباشه رو فراموش میکنی. تو فقط با اینکه هی تکرار کنی اینو من این کارو باید انجام بدم، یا برات عادت میشه یا هیچ عادت نمیشه، مثل یه سرباز بهش انجام میدی. و من میخوام برای اون دسته آدما که شاید 99% آدما باشن، واقعا میخوام راجع به اونها این ویدیو رو بسازم که آقا پولت رو جمع کن. حالا محمد که چیه داستان؟ محمد کسی که الان پیش من زندگی میکنه، تو خونه منه، برای همین من بهش دسترسی دارم. هر هفته میتونیم ما هم ویدیو بگیریم و در واقع چند وقت محمد اومدی؟ سلام بکن بچه‌ها. سلام بس دیگه تونش نکن. 1 ساعت داری سلام میکنی، اخباره مگه؟ تو خودت اصلا کوتاه سلام میکنی، اتفاقا تو اصلا هیچ وقت نمیگی مثلا 2 ساعت سلام کنم مثلا. خوش اومدین به برنامه ما یوتیوب سوال اقتصادی. بریم سوال اقتصادی. همینه دیگه، مثلا اون توش خیلی طولانی بشه مردم اسکیپ میکنن. ببین دنیا عوض شده، خب ویدیو اینا همه عوض شده. آره. متاسفانه شما که جوونین واقعا میس اوت کردین روی ویدیو و این حرفا. یعنی سال 1990 تا سال 2010 اوج فیلمه، اوج داستان نویسی، تکنولوژی پیشرفت کردن، آیدیا رو به هم بچسبونن. میدونی چی میگم؟ یعنی فیلم میومد پشت فیلم پروکرکت میریخت. و من اون موقع که بچه بودم میگفتم وای فکر کن سال 2020 چقدر خفنه. و منطقم چی بود؟ الان که تلویزیونش هم میکنی یه سری برنامه میذاره مثلا سال 1980 1990 که قشنگ نیست، پس تو یه فیلم آشغالی میبینی، یه فیلم خوب، یه فیلم آشغالی، یه فیلم خوب. الان که همه فیلم‌ها خوب شده، وقتی برسه به سال 2020 فیلم قدیمی میذاره خوبه، فیلم جدیدم که دیگه باید خوب باشه. حالا فیلم جدیدا بد شده، فیلم قدیمی خوب. میدونی چی میگم؟ خیلی جالب. واسه همین شما خیلی از نظر مووی از دست دادین و مووی و انترتینمنت عوض شده. خب من خودم اصلا اینو نمیفهمم که بشینی که نگاه کنی داره ونگ میزنه. آخه ببین خیلی عوض شد اصلا. کلا دید ما کلا به ویدیو اینا خیلی. تو احتمالاً اگه یوتیوب رو میگی من نمیفهمم، پس احتمالاً یه سی مثلا استریم و اینا رو، تویچ و اینا رو که اصلا دیگه فکر کنم اصلا باش ارتباط نگیری. نه احتمال میدم، چون خیلی وقتا شنیدم. بعد من خودم هم یوتیوب فارسی خیلی نگام، اصلا کلا یوتیوب خیلی میبینم، هم تویچ خیلی میبینم معمولا. یعنی چند سالیه کلا خیلی نگاه میکنم. کی تو یوتیوب فارسی سعی میکنه با آدما چیزی یاد بده که زندگیشون رو بهتر کنن؟ بهتر بکنن زندگیشون. آره مثلا تو رابطه، تو پول، تو بدن، تو هر چی. اتفاقا خب حالا یکیش که خودتی اصلا. نه اون که میگم بقیه رو بگو که بچه‌ها بدونن. بقیه رو اگه بخوام بگم، من خودم مثلا کسایی که خیلی نگاه میکنم، کامیز اخباری مثلا پاشا رو خیلی نگاه میکنم. کامیز کیه؟
فرهاد منظورم، اگه که فنای تو به فرهاد نشناسن. حالا اینو بهت بگم، این خارج از شوخی، فرهاد و پاشا قراره با کامبیز ویدیو بگیرم. گرفتی؟ نه هر اتفاق نیفتاده. خب قراره مثلا با هم سه شنبه هم دیگه ببینیم، با هم ویدیو بگیریم. بعد دوشنبه دارم با یه خانومی ویدیو ضبط میکنم، خانومی که راجع به سایکولوژی صحبت میکنم. اوکی. بعد خانومه میگه من با یعنی دقیقا گفت با آقای اخباری، نه من گفت با کامبیز، گفت کامبیز یه چیزی تو این کامنشن گفت، کامبیز رفت گفتش که آره تو من مثلا دختر خاله کامبیزم. من جودم کامبیز کیه؟ خیلی جدی گفتم کامبیز کیه؟ بعد کامبیز ویدیو داره تو چیز درست میکنه تو ترکیه و اینا. و یا گفتم اوه نه میدونم داستانش از اول خیلی خوب. و خیلی گفتم بگم نمیدونم فردا با کسی که دارم میگم کی کامبیز خیلی آشناس اسمش، تو رو خدا دیگه یاد نره. خیلی زاید نه دیگه کامبیز اولین تتویی که بگیرم اسم کامبیزه، بعد اسم مامانم. 2 تا پارت خیلی دیگه 2 تا پارت ویدیو اومد. بابا کامبیز بهت میگم انقدر با من مچه، یعنی به جون مادرم اگه من ترکیه بودم یا اون پاشا و کامبیز اینجا بودم، دوتا اینجا بودن، قول میدم ما با هم برنامه ستایی داشتیم. یعنی گارانتی میکنم. بعد حالا من بهت میگفتم قبلا، من یاد باشه یه تایم بهت میگفتم که کامبیز خیلی با تو مچه. تا یادم یکی از دوستا بود که میگم نه مثلا اینجوری نیست. تو یادت یه کانورسیشن داشتیم صحبت می‌کردیم چند وقت پیش، تو که یاد نمیاد، ولی کلا خیلی یادم که بهت میگفتم، ولی خودت بعدا حالا متوجه شدی دیگه از 2 تا پارت ویدیویی که اومده فکر کنم دیگه. آخه نه مثلا یه لول غیر عادیه. مثلا من وقتی شروع کردم به النا گفتم که من میخوام پشت صحنه‌مو طبقه بزنم، بعد هر اپیزود یه ویدیو لگو بخرم درست کنم بذارم اون پشت. دروغ میگی؟ جدی؟ به جون مادرم. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی چیز دیگه. بعد الان گفت باره بابا چه لوس بازیه، مگه مثلا بچه لگو تو میخوای مردم یاد بدی مثلا بیزنس کنن فلان کنم، لگو چه ربطی داره؟ من بیخیال شدم. بعد رفتم ست کامبیزم جودم همین میخواستم دیگه. من همین میخواستم. خیلی این خیلی عجیبه. فکر کنم مثلا تو تمام دنیا همه چی پاسدار اینجوری لگو، بعد اونم تو که جوده لگو فقط اون زن نشه بهش بگی نکن، من زنم نذاش. این چی میگم؟ آره. ولی خلاصه اینو داشتم میگفتم. آره من مثلا ریسنتلی مثلا کامبیز و پاشا رو خیلی نگاه میکنم و دنبال میکردم که احساس میکنم میدونی استایل اون ویدیوهایی که میگیرن با بقیه فرق داره، یه ذره متفاوته دیگه. خودت اصلا بری تو چنل طرف میفهمی دیگه، کسی که یوتیوب نگاه بکنه متوجه میشه. حالا یه ویدیو 2 ویدیو هم ببینی میفهمی. یکی این دیگه، بقیه خب اینترتینمنت و بقیه استایل هم هست دیگه، مردم نگاه میکنن. خب اوکی منم نگاه میکنم. من خیلی الان به قول معروف پاشا باید الان خورده ناراحت بشه اونی. چرا؟ چون کامبیز داره ترکیه میره. آره ممکن. فکر کنم مثلا یه همچین کار به این خوبی داشته باشه. یه پادکست خیلی خفن هم داشتن، لعنت. آره من خودم هر هفته میدیدم، خیلی خفن بود. آره اصلا تم داشت، نمیدونم کلی خرج میکردم بابتش. بعد خیلی میدونی انگار که داشتیم مثلا کامنت هم گرفته بودم بابت این قضیه، این چیزی که من میگم، و انگار که میگفتم مثلا مردم میگفتن انگار که نشستی داری مثلا با برادرت و نمیدونم خواهرت و نمیدونم اینا داری مثلا حرف میزنی، ویدیوشون اینجوریه مثلا. چه با پادکست میگفتن اینجوریه، خیلی گرمه. آره مثل برنامه‌ها که مثل سیویل وار هم وقتی قبول شد من خیلی آره سیویل وار خیلی خفن بود. آره. خیلی خفن بود. آره. ولی قویش اینه که مثلا برنامه‌ای که درست میکنه خوبه رو تموم میکنه که مردم دلشون تنگ شه. یعنی تقریبا میشه گفت یارو جینیسه. آره دمشون گرم. آره جفتشون پاشا و آره فرهاد و پاشا رو من نگم میگه زیر کامنتام فرهاد مینویسن. آره من خودم یه اسکرین شات گرفتم، بعد لایو داشت چیز کامبیز لایو داشت. بعد اون موقع مثلا پیش تو بودم، تایمی بود که ما هم دیگر میشناختیم اینا. بعد زیرش نوشتم سلام فرهاد جان. بعد اسکرین شات گرفتم می‌خواستم به تو نشون بدم، یادم رفت نشون بدم. خیلی خوب.
من خودم پاره شدم وقتی دیدم داستانو. مثلا نگاه نکردم چون براش عادی شده بود، انقدر واسش نوشته بودم گفتم بیچاره دیگه واسش عادی شده دیگه. میگم خودش یه اسکول دیگه داره. روی مدتی بهم میگفتن فرهاد اصلا. تا خود اسم بعدی بهش نگفتم. فرهاد اسم قشنگیه. دیگه ببخشید دیگه اسم بعدم خاصی دیگه یارو اسم انداخته دیگه. شانس بود نفر قبلی که مسیج داده اسمش فرهاد بوده. مثلا می‌تونست اسمش مثلا قزنفر. اون شانس آورده تازه. ای بابا. آره دیگه. مردم که می‌زنن. واقعا. آقا حالا بگو شما چند وقت اومدی کانادا؟ من تقریبا 1 سال و نیمه که اومدم. خب این یه آدمی که تازه اومده اینجا در واقع داره تازه راه و روشاشو پیدا میکنه و چند سالته؟ من الان دیگه 28 سالمه. یعنی هنوز اولای جوونیه، قشنگ وقت داره اگه پلن بذاره. یه دونه پوینت بهت بگم، میدونستی اگر از 25 سالگی تا 67 سالگی ماهی $100 بذاری کنار میشه $1,300,000. چیزیه که هر کسی بهش فکر نمیکنه. عجیب نیست برات؟ ماهی $100. خب خیلی عجیبه. میگم موضوعی که هر کسی بهش فکر نمیکنه. همه شاید مثلا به الانشون فکر کنه، بگن الان چقدر پول دارم، چرا هفته دیگه اینو چقدر. مثلا توضیح میدی؟ چون من اینو خیلی میبینم و من همش به الان و آیندهم یه جور فکر میکنم. یه چیزی منو میبینم میگن تو فکر آینده ای، میگم نه من الان و آینده رو همیشه با هم دارم میبینم. ببینید چیه، من احساس میکنم آدما به آیندهشون فکر میکنن خیلی‌ها. خب یعنی همه تو روزمرگیمون داریم به آینده فکر میکنیم. وقتی تو پا میشی یه چیزی قور میزنی حتی و اینا، خب از کار تو اینا داری به آیندهت فکر میکنی آلردی. ولی داستان اینه که چی جوری بهش فکر کنی مهمه. که مثلا میگم سوئیل میاد میگه که آقا چی جوری بهش فکر کن. مثلا چنل سوئیل میاد میگه که یه ویدیو میذاره میگه که چی جوری بهش فکر کن. مثلا یه آدمی مثل تو میاد میگه که آقا چی جوری بهش فکر کن، چی جوری بهش فکر. من خب مشکلی که نمیفهمم چرا همه بهش فکر نمیکنن. همش فکر میکنن ولی اونجوری که تو میگی فکر نمیکنن. یعنی مثلا تو یه معادله ساده الان گفتی ولی باور کن خیلی آدما این معادله ساده رو بهش فکر نمیکنن. شاید خود منم. خب حالا یه سوال دومم، میفهمی چی میگم؟ این واژه قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، خب این یه چیزی که همه شنیدیم و به اون درسشو دادن توضیح دادن داستانش چیه. از اون ور مثلا گرند کنین، نمیدونم میدونی چیه گرند کنین؟ آره گرند کنین یه دونه زمینو کنده، یه رودخونه است که زمینو کنده. چندین سال داره میکنه زمینو و یه وحشیانه کنده. من نمیدونم عددشو دقیقاً یادم نمیاد. داری خود گرند کنین رو توضیح میدی. آره اوکی. چیزی درست شده این. اوکی فهمیدم. یعنی این دیگه بهترین مثال قطره وانگهی دریا شود خودمون داری میبینیش که یه قطره رد شده و این قطره خاکو کنده و الان یه چیزیه که اگه مثلا انسان بخواد اینو ورداره شاید 40 سال براش طول بکشه. تمام ظرفیت اگه انسان کل زمین رو استفاده کنی 40 سال همه کار کنن تو بتونی چیزی مثل گرند کنین درست بکنی. یه قدرت وحشیانه میخواد که هیچکی ندیده، هیچکی احساس نکرده، فقط به خاطر اینکه یه قطره آب میومده میرفته و یه دونه کوچکترین مقدار سنگ و برمی‌داشته به خودش میبرده و الان تبدیل شده به این. تو خونه منم که اون جعبه پنیا رو دیدی. آره که من سعی کنم یه ویدیو بگم اینجا بگم مصطفی بذاره، مصطفی ریمایندم کن ویدیو واسات بفرستم. میبینی که این داستان این پنیا بذار براتون بگم. اولا الان کانادا دیگه پنی نداره، خب همین همشون عتیقه است، عتیقه بی ارزش ولی هنوز عتیقه است. مثل هر یه دونه پنی به تنهایی 2.5 سنت میارزه، یعنی هر یه سنت 2.5 سنت میارزه. یعنی اون آردی و قیمتش فقط برم بفروشم به عنوان مس 3 برابر چیزی که توش هست. این از نظر مالیش. حالا داستان این چیه؟ من که اومدم کانادا وقتی رفتم اولین مغازه رفتم چیزی خریدم بهم 2 تا از این پنیا پول پس داد. خب بعد من نمیخواستم پول خود دستم نگه دارم. تو ایرانم که وقتی یه چیزی میخوری بهت آدامس میدن دیگه، دیدی که. آره گفتم آقا به من آدامس ما بده. جدی؟ آره. گفتم که به جای این چی میتونی بهم بدی؟ بعد یارو نگام که خندید گفت هیچی. بعد گفتم خب پس چرا این وجود داره؟ اگه پولی هستش که به هیچ چیز نمیخوره واسه چی هست اصلا؟ ببین 20 سال بعدم پنجره جمع کردن، این چیزی که من دیدم واسه دولت. گفتم خب بعد چی هست اصلا؟ بعد گفت هست دیگه. گفتم خب چیکار باید بکنم؟ بعد یه دونه پلاستیک اون بغل بود. اینجا تو کانادا یه پلاستیک بود به اسم لیو پنی تیک پنی. وقتی 2 سنت مینداختی توی اون. بعد فرق می‌کنه می‌خریدی مثلا شد $2 2 سنت، یه $2 میدادی، یه 2 سنت هم تو اون برمی‌داشتی میدادی.
اون یه چیزی بود که مردم پولشون خودشون میخوان اونجا مردم با هم استفاده میکنن که پول خودشون راحت باشه. آره یارو گفت بریز اون تو. من نگاه کردم مثلا 4 سنت هم توشه. بعد گفتم خب برای چی بریزم اون تو؟ چه سودی واسه من داره؟ نمیریزم اون تو. ورشش هم آوردم خونه. بعد اومدم خونه، رسیدم خونه، مامانم یه دونه مامان من فکر میکنه که ما پادشاهیم، مثل کار غیر عادی میکنه که فقط مامان من میکنه. یه دونه جعبه خریده بود در که داشتیم چتر بزنیم. و من تو 25 سال چتر استفاده نکردم یه بارم. که آباش بچکه اون تو از این حرفا. خب این خالی بود، یه جعبه داشت ما خالی بود همیشه تو خونه. من در خونه که وارد شدم اینو انداختم اون تو ستا رو. گفتم من هر دفعه که از این بعد عینه بگیرم میندازم این تو این پرشه که آشغاله. الان نمیدونی چی شده، هر کی میاد تو این خونه راجبش حرف میزنه. یعنی تا حالا نشده یک نفر، حتی یه نفر بیاد خونه اینو ببینه و سری نگه تا ته پره. اینم اولین جمله است، تا ته پره، چون هیچ کی نمیتونه باور کنه که تا ته پره بشه. خب بعد یه با مزه بخواد هر وقت میخوام موو کنم بعد 20 تا کیسه بیارم اونو تبدیل کنم به 20 تا کیسه، چون هیچ کی نمیتونه تکون بده. آره خیلی سنگینه. آره من دست دادم کمرم گرفت دور خیلی سنگینه. بعد این داستان همین واقعا اون لحظه قطره قطره وانگای دریا شده. گفتم خب من که واسم چیزی نداره، من که دنبالی نبودم که یه جعبه پر پول درست بکنم. من فقط گفتم یه آشغال دست منه، میتونم بذارمش تو اون پلاستیکه، کاری که 40 میلیون تا کانادایی دیگه کردن. یعنی پوینت من اینه که تمام آدمایی که تو کانادا زندگی میکنن میتونن اون جعبه تو خودشون داشته باشن. تک تک آدمایی که تو کانادا زندگی میکنن میتونن جعبه داشته باشن، پر پول باشه، خنده‌دار باشه و 1 سنت برای هیچ خرج نشته باشه. آره دیگه. ولی هیچکی نداره. تا حالا من تو یک خونه حتی ندیدم. یه نفر اومده بگه من یه رفیق داریم تو البرتا اونم یه همچین جعبه‌ای داره. کوچیک‌تره ولی اونم داره. هیچ وقت هر کی میبینه اینطوریه. نه بابا. به همین داستانی که برای شما تعریف میکنم همه اینجوریه. خب این واقعا به این فکر کن، 40 میلیون نفر آدم تو همه کشور با ما زندگی کردن، همه رفتن تو مغازه، همه گرفتن، به یارو گفتم با این چیکار کنیم، گفت بذار تو پلاستیک تک پنی لیو پنی، همه رو می‌خوام توی اون نفر بعد اومد. حالا بعد که این کارو شروع کردم میرفتم اون پنی‌ها رو برمی‌داشتم. یعنی مثلا 2 سنت اونجا بود لیو پنی، اگه توش پنی چون 5 سنتی 10 سنتی هم توش بود اونا رو کاری نداشتم، اگه 1 سنتی بود اونا رو برمی‌داشتم. آره. خب اینجا یه چیز دیگه میاد وسط، اینکه حالا اصلا مردم که جوری فکر میکنن که چی، تو داشتی اون لحظه به چی فکر میکردی؟ من چطوری میتونم یه کاری کنم سود واسه من ببره بالا، به زندگی من سود بده؟ فکر میکردی؟ آره. چون پی او وی تو اونجا مهمه. حالا مردم که خب به قول تو همه یه جور داشتن فکر میکردن. اوکی تو اونجا چی فکر میکردی؟ من اونجا فکر بود که چرا این کاری کردی مثلا؟ من الان که از این نمیتونم آدامس بخرم چیکار میتونم بکنم که این پنیه به زندگی من سود بده؟ و تجربی بود که گفتم اوکی اینا باید جمعش زیاد شه. وقتی زیاد شه خوشگل میشه و همش اون صحنه ای که دانالد داک اسکروچ اینجوری میپره توی یه دور اتاق پول پورش با شیرجه میزنه توی پولش، همش اون ایمیج تو سرم بود که من اگه بذارم یه چیز کوچولی اون رو میتونم درست کنم که وقتی تو دستتو میکنی توی این پول در میاری اون احساسو بهت میده. دقیقاً خب باحال چیزی که فکر کردی، چون نمیدونم یعنی چی میگم، خیلی باحال اون لحظه بهش فکر میکردی. این داستانه آجی چون من همیشه الان و تاثیر کار الانم تو آینده رو میبینم و خیلی برام عجیبه که چرا چاقم، چون من نباید تکنیکی غذا بخورم، حالا میخوام بگم اوه، ولی توی غذا حیوان سایدم میاد رو، من نمیتونم کنترل کنم. یعنی دارم غذا میخورم اینجوری هم نخور ولی دارم میخورم، دستم به حرفم گوش نمیده. خیلی جالبه. حالا اون که ولی تو چیزای دیگه همه آینده رو میبینم. مثلا میگم خب اگه من 1 سنت اینجا بذارم اینجوری میشه، یا مثلا همین داستانی که من هر وقت بتونم اگه $10 بتونم میفرستم تو حساب پس اندازم، بعد تو حساب پس انداز من 7 رقمی پوله. میفهمی چی میگم؟ یعنی هیچ آدم نرمالی $10 نمیفرسته اونجا. نه یعنی فکر کنم تو اون کمپانی وقتی میرسه میگه آقا یارو خاله $10 به حساب یارو میگه کی $10 $10,000 منظورته؟ 1 2 3 10 اوکی. چی میگم؟ یعنی ولی همین جوری جمع میشه. یعنی تو الان به هر کسی بری بگی یه دونه باکس پنی جمع کن اصلا میگه قابل امکان نیست. نه میگه ولم کن بابا، اصلا این چه حرکتیه؟ یعنی چی پنی جمع کن؟
برای همه 20 سال 10 سال خیلیه. آره بعد میگه مثلا خب من یعنی حالا نمیگم اشتباه میکنن و منم خودم همینجوری فکر میکنم، یعنی شاید منم دارم اشتباه فکر میکنم، ولی داستان اینه که هممون اینجوری فکر میکنیم که بذار ماهی $1000، بذار ماهی $200، بذار حالا که درآمدم مثلا شد 4000 تا 1000 تا بذارم، اگه شد 5000 تا 2000 تا بذارم، اینجوری فکر میکنیم. ولی ایده‌ای که تو گفتی و من یه بار بهش فکر کردم خیلی جالب بود. سوال میگفتش که تو وقتی که مثلا میگم یه جنسی رو مثلا فرض کن $200 میخریش، فرض کن دیسکاونت داره $200 مثلا $180 خریدی، خب اون $20 روش تو بیا مثلا بریز توی حساب سیوینگ، یه حساب سیوینگ درست کن بریزش اونجا. بعد مثلا میگم اگه اومدی دوباره غذا هم بخوری باز دیسکاونت داشت، اینقدرشو دوباره بذار تو حساب اون سیوینگه، بعد همینجوری پول سیو کن. این ایده بود که به نظرم خیلی باحال بود و من تا حالا جایی مثلا شاید بگم توی این مثلا 28 سال جایی نشیده بودم. این چیز خفنی بود، این باحال بود. و این داستانش اینجوری بود که من یه رفیقم به اومد ببرمش بیرون، بعد گفتم که آقا من پول غذای دوستامو میخوام بدم، خب من رو این حساب رفتم بیرون، پس من گفتم $100 من ددیکیت میکنم واسه غذای دوستم. بعد که رفتیم برای خودم دوستم، بعد که رفتیم بیرون دوستم پول غذای منو داد. بعد تو مغزم اومد که من خب پول غذای اونو که کاری ندارم ولی غذای خودمو دیگه باید میدادم دیگه حتما، پس من $50 سیف کردم. خب بعد خب بهش فکر کردم، گفتم من کجا سیف کردم؟ من تا حالا 10 بار شده که رفتم بیرون میخواستم پول کسی رو بدم یا انتظار داشتم کسی پول منو بده، طرف داده. اوکی. این سیوینگ ها کوپه. آره پس من سیو نکردم. آره. بعد شدم به این فکر کردم، گفتم اوه پس تو پولو سیو نمی‌کنی، تو پولو فقط میذاری که بعداً بهش. خیلی فرق داره با پولی که سیو می‌کنی. گفتم خب پس من اگر رفیقم منو برد غذامو داد، من $50 سیو کردم، من کاری که میکنم سریع تلفن برمی دارم میرم $50 میزنم میگم برو توی حساب پس اندازم. بعد اون موقع $50 سیو کردم. خب همون و همون که تو گفتی، حالا اگه من اینجوری بخوام بخرم $100 باشه بعد غذام در اندام بکنه $70 $30 میریزم تو حساب پس اندازم اضافه. یا اتفاقا همین امروز صبح چیکار کردم، آره امروز صبح یه پیمنت برام اومد اضافه $400، بعد نمی‌دونستم کجا بریزمش، بودم اینو کجا بریزم، بعد الان بهترین حسابونه. ولی هر آدمی بود میگه ولش کن یه $400 مثلا ولش کن، مثلا که من قشنگ اینجوری بودم کجا بریزمش، رفتم حسابا رو خوندم کدوم حساب الان بهترین تاثیر داره توش، چون همین لحظه دوباره تکرار میکنم من $10 میریزم به حسابی که توش 7 رقمیه. آره خیلی عجیب، بدون سنت، با سنت میشه 9 رقمی. اگه کسی میخواد الان بگه اوه شاید منظورش با سنت بود و دلار فرانسه، نه کسی نمیگه بدون. واسه همین اینو من میخوام به بچه‌ها بگم آقا چرا پول خورد جمع نمی‌کنید؟ آره. چرا همه هنرشون اینه که پول خورد رو سریع به فنا بدن؟ این که $30 میدونی، یعنی آره. هیچ آدمی 230 رو با 200 متفاوت نمیبینه. درست میگم؟ یعنی تو بخوای بری بیرون با رفیقت اگه تو جیب $230 باشه با 200 آقا یه مثال البته بزنم پراکل که همتون بریزه. من الان هفته پیش وگاس بودم، خب اینو برای برعکسی که گمبلم میکنم میخوام یه توجه به این بکنن، یه راه حل پیدا کردم خیلی عالی، بهش میگم قلک. خب اوکی. به الان گفتم تو بشه قلک من. گفت اوکی. یعنی چی؟ من هر چند وقت یه پول الکی به النا میدم. حالا مثال صبح بلند میشم من باجه بازیم روزی $1000 $1000 برمی‌دارم میذارم تو کیفولم، بعد پلا میرم پایین، بعد که پلا میرم پایین با النا یهو $100 رو در میارم میدم به النا، میگم بنداز تو قلک. منطقم چیه؟ میگم من امشب یا برنده برمیگردم بالا یا بازنده. کسی که با $900 شروع کنه میتونه با 0 برگرده، میتونه با $2000 برگرده. کسی که با $1000 شروع کنه میتونه با 0 برگرده، میتونه با $2000 برگرده. یعنی اون $100 هیچ تأثیری تو اند گیم نداره. آره. فهمیدی؟ تو برنده بازنده. خب پس من اون لحظه میام $100 میدم میره. میدم قلک رو یه فشاری دادم، بعد میرم پایین میشم سر میز $500 میدم، چیپ میگیرم شروع کنم بلک چک بازی کردن. $50 میذارم میبازم، $50 میذارم میبرم، 3-4 اتفاق میفته. بعد یا $50 میذارم به من بلک جک میده. وقتی تو بلک جک میگیری دیگه پول 2 برابر به تو نمیدن، پول 1.5 برابر به تو میدن. یعنی $50 گذاشتی به تو $75 جایزه میده. ها پس تو $50 خودمو برمی‌دارم، $50 جایزه‌مو برمی‌دارم، یه $25 اکسترا جایزه دارم
که جزء بازی نیست. چون 100 تا بسکت بازی می‌کنی یه دفعه اتفاق میفته، 99 تا نمیده. پس تو داری رو 99 تا بازی می‌کنی. این کاملا پول اضافه است. اینو میدم النا، میگم بده قلک 25 تا. حالا اگه تو اون بازی 7 تا بلک بیارم 7 تا 25 دلار میدم به النا. فهمیدی؟ یهو 200 تا رفته دو قلک. منم تو دنیای من یه سنتیه. آب از آب تکون نخورده. چون من اون دستا رو بلک چک نمی‌بردم 20 میشدم می‌بردم، هنوز خوشحال بودم، هنوز برنده بودم. آره می‌فهمی؟ آره میفهم. مردم بردو تا ته میخوان استفاده کنم. من میگم آقا چرا حتما باید زور بالا سرت باشه؟ ببین من کلا این قطره وانگری در شود با حتما باید زور بالا سرت باشه رو با هم کامباین کردم. یعنی مثلا میگم تو اگر میومدی کانادا بهت میگفتن تکس کانادا 23%، چه گوهی میخواستی بخوری؟ واقعا میگم به غیر از هیچی چی جواب داری بدی؟ هیچی. بلندتره. یعنی میرفتی میگفتی آقا من یه دونه تلفن میخوام $100، میگه اوکی میشه $123. من گفتم چرا؟ گفتی تکس $23. دیگه تا آخر عمرت اینو کوئسچن نمی‌کردی. اگه یه روز هم میومدن بهت میگفتن آقا تکس فلانی شده پرایم مینیستر، تکس از 23 شد 22، گفتی اورا خوشحال میشه. یک بار اون 1% رو سیو نمی‌کردی. آره. اگر هم میومدن میگفتن تکس داره میشه 24، گفتی خب باید بدیم دیگه. ولی از فاصله که 23 تا بشه 24 نمیدی 1% اضافه بدی به خود حال بدی دیگه. آردی داریم میدیم دیگه. میبینی؟ خیلی آره. و من اینو خودم با خودم حلالی کردم. گفتم آقا چرا مثلا خب من پول اومدم اینجا خوشم نیومد، گفتم یه چیزی بخری میگه میشه $100، بعد میخوام میگم $12، $12 میکنه تو پاچه من. بعد گفتم خب اگه میخواست $20 بکنه تو پاچه من که من که حرفی نمیزدم، خب بیا خودم بکنم تو پاچه خودم. این خیلی قشنگ‌تره. اونی هم که داریم که تو پاچه من کمتر دردم میگیره، چون خودم کردم عادتی دارم یه خوردهشو دارم خودم ریورس میکنم. بعد وقتی میرم یه چیزی بخرم میگه $100، میگم اوکی $120، $12 میدم به دولت، $8 میذارم تو حساب پس انداز خودم. یعنی هنوزم این کارو میکنی دیگه؟ آره هنوزم میکنی. الان تمام کمپانی‌ها به من بدهکارن، از پراپرتی تکس، آب، گاز، برق، تلفن، تلویزیون، اینترنت. بدهکارن یعنی چی؟ چیکار کردی؟ هر چقدر روز بهشون زنگ زدم گفتم آقا من این سرویس رو میخوام. خب گفت $100. هر چی بود من زبدو کردم. گفتم اگه الان فهمیدم. دوبله بهشون پول آره بدی یعنی. همه رو. گفتم اگه الان من زنگ میزنم بهم گفتم اینترنت چنده، میگفت 200. من گفتم اوه پس ما بی اینترنت زدیم. گفتم اوکی. جدی واقعا یعنی دوبله بهشون پی کردی تا الان؟ آره خیلی باحاله. زندگی آب از آب تو نخورده. خیلی باحال. اونا چه حالی میکنن؟ اونا تا عصبی میشن چون میرینم تو حساب کتابشون. آره اونا آره حساب کتاب که میخوام اونا بدهکار میشن، کمپانی نباید بدهکار باشه. براشون بده. بعد هر سری یارو میبینه مثلا تو حسابش اضافه ای مثلا هر دفعه پولو پس میخوام 3-4 نفر تلفن رو میان میگیرن. چرا تو حساب تو $5 اضافه پوله؟ آقا مثلا تلفن $50 چرا $5 بدهکاری؟ چیکار کردیم آقا؟ 3 سال دارم هر ماه اضافه میدم. خب آره این که چیز میشه که میافتن دنبال، میگن بابا نه آمریکا غیر آقا. مثلا میگم آخه بعضی چیزا نمیشه، مثلا تلفن که نمیشه که. چرا نمیشه؟ بابا کلا $1000 $2000 مثلا میدی به یارو. آره یارو نمیگه مثلا چرا. تو خوبه که اینجایی بهت میگم این چیزا رو میشه لایو بهت نشون داد. آخه گفته بودی ولی نگفته بودی همه چی. مثلا گفته بودی آره مثلا اینترنتمون رو تازه عوض کردیم دیگه. آره چند وقته؟ 3 ماه 4 ماه 3-4 ماه شده. آره 3-4 ماه شده. آره. بر همین اکانت جدیده، حواست باشه. حسابم چقدر الان؟ منفیه یعنی 700. اوه یعنی 3 ماه باز شده منهای 791. منفیه اصلا. خب حالا چرا من این کارو کردم؟ هر دفعه یعنی میگه هر دفعه با این کمپانی زنگ میزنم میخوای چیزی عوض کنی میکنن تو پاچت. مثلا زنگ میزنم آقا من نمیخوام با شما باشم، سلام دادم با تو خدافظی کنم. میگه میخوام خدافظی کنی $500 بده. میگه برای چی؟ میگه چون 2 سال پیش اینجا نقطه زدی، این نقطه منظورش اینه که امروز با ما $500 بدی. بعد ندیم گم میزنن توی چیزت کردیتت. آره. بعد
بذار کریدیت هم بهت نشون بدم حالا که میگم اینجای خیلی خوبه. اونم منفی. آخه بانک حالا یه چیزی، ولی اینو که بعد دیگه اضافه نکن خب بهش. خب نه دیگه من اضافه میکنم بابا دیگه 790 بذار بمونه. نه دیگه هر ماه اضافه میشه. خب یارو کم کنه ازش بعداً دوباره. نه دیگه هر ماه اضافه میشه. حالا بذار بگم چی میشه. حالا دیوونه میشه اون. کاری که میکنم روانیش کردی. مثلا یادم راجرز رو که قطع کردم، مثلا همینو گرفتم، زنگ زدم بهشون گفتم که آقا میخوام قطع کنم، بعد $5000 بهم بدهکار بودن. بعد گفت آره باید $900 بدی. من همیشه عصبی میشدم، دزدای بی پدر اصلا قاطی میکردن، یعنی میخواستم برم آتیششون بزنم، هیچ گویی هم نمی‌تونستم بخورم. نمی‌جودم. اوکی پس 4100 برام بفرستین. میدونی $4100 پول همون قبل حال میده تا $5000 پول میده، اصلا احساس نمی‌کنی. قبلا 900 هر $1 میرفت تو پاچم، 900 بار اینجوری میشد. الان اصلا مثلا مهم نیست. بعد حالا چیکار میکنم؟ اینا که به $4000 میرسن، یعنی بین 3 تا 5 یه تایمی میرسه که یه سریشون 5 یه سریشون 3، همیشه این اتفاق میفته. وقتی به این اتفاق میفته زنگ میزنم تو یه روز به همشون، بهشون میگم پولمو پس بدین. بعد یهو 12-13 تا کمپانی برای من $4000 میفرستن. خب میشه $60000. خب اوکی. $60000 میگیرم میرم باش یه دونه شمش طلا یهو میخرم. این کارو دوبار کردم. مثلا هیچ وقت کمپانی تلفن به من سود نرسونده بود. یه نفر تو نام ببر که کمپانی تلفن همچین داستانی داشته باشه. اصلا کمپانی تلفن دزد کلا تو کار آدم. این که من شمشای طلا رو که میبینم کمپانی‌ها رو میبینم. اصلا چون میگم شما دزدی ما هم دزدیم، با هم دزدی کنیم. کی از کی میزنیم؟ من اوکی با هم، من تو جیب اینو بهتر میزنم چون جیب خودم. میدونی چی میگم؟ و برابرش جیب خودشون نمیزنن. همه خیلی نمیدونم چه جوری بگم، هیچ کسی به این فکر نمیکنه که $1 ازش اضافه بره. یعنی من رفیق دارم که $2000 درآمد داشت، زندگیش آیدنتیکال بود، الانی که $14000 درآمد داره. آره میگم یارو درآمدت 7 برابر شده، نه 2 برابر 3 برابر، 7 برابر. چطوری الان تو مثلا خونه دوم نداری؟ چطوری تو الان نمیدونم ماشین سوم نداری؟ این یه چیزی که هست به نظرم اینه که من اون سری هم با هم صحبت کردیم یه بار، داستان اینه که یه وقتایی هم، حالا اون چیزایی که تو میگی که همه درسته، ولی یه داستانی هم که هست یه وقتایی برعکس به قول خودت مدیریت هزینه رو شاید بلد نباشن، یعنی از دستشون در میره یه وقتایی، یعنی در میره که قبول دارم، نمیگم مردم، باز دوباره میگم خودم. خب حالا اصلا خودم میخوام مثال بزنم. آره. خود منم هستم. تو میای میگی من نمیفهمم، من بهت میفهمونم، به علاوه اینکه بهت نشون میدم مال خودمو که ببینی اوییدنسش هم هست. اوکی. خب بعد تو این کارو باز نمیکنی، من اینجا رو نمیفهمم. تو این نوعی اونو من باید چجوری به بچه‌ها بگم بچه‌ها شروع کنین؟ یعنی تو میای یاد میدی که آقا مثلا چجوری هزینه‌ات اوکی، قطره جمع، قطره هزینه یه چیز داستان دیگه است. ولی من میگم آقا قطره رو جمع کن وانگای در شود، و من به هر کی میگم میگه چه باحال، سکه ها رو میبینه میگه چه باحال، حسابای منم میبینه میگه چه باحال. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، الان همین داستانی که من تعریف کردم، گفتم تو گفتی که چجوری پول سیو بکنین، و من چند وقت از تو میدونم خب و اینو شنیدم، ولی خودم جرئت نکردم برم سمتش. حالا داستان همینه، تو شاید میگی ولی آدما نسبت به شرایط زندگیشون نگاه که میکنن، مثلا طرف میبینه خب حالا این ماه که نشد، حالا ماه بعد شاید مثلا این کارو بکنم، حالا ماه بعدش که مثلا چه میدونم پاداشمو گرفتم این کارو بکنم، ماه بعد که نمیدونم 2 تا بنفیت دیگه گرفتم این کارو بکنم، ماه بعد که کردیتم بهتر شد این کارو بکنم. میبینی یه چیزی همیشه انگار جلوشو میگیره، یه داستانی هست. حالا نمیدونم، من چیزی که نوتیس کردم چیه، مثلا ریسک پذیر نیستیم یا مردم تایم و تنفر دارن، همه یه جوری زندگی میکنن که انگار قراره سال دیگه بمیرن. یعنی وقتی بهش میگی 20 سالگی، بابا کجا 20 سالگی داری فکر میکنی؟ من میگم ببین آره. یعنی چی؟ آره. تمام قشنگی همین اینه که تو 20 سال وقت داری. آره. خب حالا اینو من توی مثالی واسط میزنم که شاید جا بیفته واسه یه نفر. من تمیز کردنم هم همینطوریه. من الان تو خونمون محمد میدونه خانمم همه چیو تمیز میکنه، من نمیکنم. نه به خاطر اینکه من مرد خونم، به خاطر اینکه به خانم گفتم که جوری که تو تمیز میکنی برای من احمقانه است. من چجوری تمیز میکنم؟ این صفحه رو میبینی که من دارم رو ویدیو میگیرم، این صفحه تا حالا 1 بار گردگیری نشده، اینجا تا حالا 1 بار دستمال کشیده نشده.
الان تو جلوی دیگه ببین حتی روی این کره خاک نیست نکن. آره روی این خاک میبینی چه مینیمم خاک چقدر کمه. این قشنگ معلومه واسه مثلا 2-3 روزه. آره اینجوریه که مثلا اینجا کپره زده این لایه اینا پر خاک اینجا زید داست چسبید نه همه چی تمیزه. چرا من هر دفعه میشینم اینجا نشستم یه دست اینطوری میکشم بعد نبگم آره حالا که اینجا رو کشیدم بالاشم بکشم پایینشم بکشم این طولم بکشم، نه فقط میگم اینجا رو میکشم اینم میکشم. بعد مسابقه بعدی اینجا رو میکشم، مسابقه بعدی دوباره اینجا رو میکشم چون یادم نمیاد که کجا رو کشیدم. سیستمش کلا سیستماتیکه کلا سیستمت خورد. آره خورده. برای همین آدم‌ها همیشه منو میبینن نشستم هیچ کاری هم نمیکنم. بالا اینجوری ولی دارم یه کار کوچیک انجام میدم که انقدر کوچیکه خودم هم نمیبینم دارم اون کارو انجام میدم و آدما اصلا نمیتونن وایسن. مثلا میگم دیگه من خب کانسالتیشن دارم با مردم صحبت میکنم میبینم تاثیراتشو دیگه. آره واقعا گوش نمیدن. آره یعنی میگن اوه فهمیدیم فلان اینا، بعد مثلا یک سال میگذره میگم چقدر شد، میگه آره $10,000 شد $11,000. این پول نمیشه واسه ما. میگم 10% خب پول درآوردی دیگه. تو کی تو زندگی نشسته بودی با $10,000 خوش پول واسه خودت $1,000 پول در بیاره؟ هر ماه $100 کوبیدی تو صورتت. کی تو پول این کار کرده واسه تو زندگی؟ بعد سال اول میخوای جواب بگیری. من میگم پلن 45 ساله است تو میگی سال اول جواب نداد. قضیه دیگه که وجود داره اینه که آدما دوست دارن، یعنی ما خودمون دوست داریم که نمیدونم چرا ولی فکر میکنیم که باید یه شبه یهو مثلا $10,000 پولدارتر شیم. میدونی چی میگم؟ یعنی اینکه خورد و انگار اصلا بهش ایمان نداریم. میدونی چیه؟ انگار باور نمیکنیم که آقا مثلا میتونی تو $10 روزانه سیو کنی بعد مثلا یه سال انقدر پول داشته باشی. نه، ما فکر میکنیم کلا باید مثلا یهو $5,000 بیاد تو حساب، مثلا یهو مثلا یه پولی سیو کنی، یا مثلا اگه من همش فکر میکنیم باید مثلا $10,000 درآمد داشته باشم که مثلا چه میگم $5,000 رو سیو در ماه بزنم. حالا اون هیچ وقت اتفاق نمیفته. و داستان همینه یعنی ما فکر می‌کنیم باید یه پول قلمبه‌ای همیشه سیو کنیم که پس تو هنوز خودت شروع نکردی. نه دیگه من دارم خودم میگم دیگه. من خودم هر چی دارم میگم من خودم هم هستم. نمیدونم. حالا من میخوام الان برنامه هفتگیمون رو که داریم میخوام تو رو شروع کنم 100%. تو رو ساختن. یعنی اوکی میفهمم تو ولی بشی پروژه ما که بچه‌ها ببینن تاثیر داره که اگه 4 سال دیگه برنامه ادامه داشت ببینن که آقا تو یه حساب الان $40,000 پوله به خاطر اینکه امروز اینو شروع کردیم با $23. آره ولی میگم همون شروع است. مثلا نمیدونم حالا میترسم که آخر ما مثلا کم بیارم یا نمیدونم میترسم که چی بشه. آخه اتفاق خاصی نمیفته چون من درآمد دارم از اون ور هزینه‌ام کاور میکنم. من مثلا راجع به دارم $100 صحبت میکنم. آره بعد تو هم راجع به مثلا $20 در هفته. آره یا مثلا میگی آقا مثلا دیسکانت هیچ وقت مثلا $100,000 نیست دیگه. نه دیگه مثلا $20. آره دیگه $20 رو بذار کنار. چرا مثلا خود من این کارو نمیکنم؟ چرا آقا داستان قلک رو تموم نکردم. قلک و نه دیگه فقط گفتی بهش میگفتم قلک. اوکی پس حالا مثلا تشریح شد قلک واسه تعریف کنم بعد تمومش کنم. بعد خلاصه این پوله رو من میدم به النا، پولای چرت و پرت. یه چیز دیگه که تو همین داستان توجه کردم اینه که من سر میز میشینم، من و 2 تا دوستام میشیم بغل هم، نفری یه مقداری میخریم. حالا مثلا من $500، دوستام هر چقدر خودشون میخوان بخرن. اوکی. یه جای داستان میشه من رسیدم $40 پول دارم، $50 پول دارم، یعنی $450 از پولا باختم، $50 مونده. اونا هم همینن، هر چقدر مونده. اینجای داستان من بلند میشم، من میگم که دود من که نمیتونم 10 بار ببرم پشت سر هم. آفرین. آره بذار احساس میکنم 450 رو باختم، یعنی 500 رو باختم دیگه. واقعا هم هر دفعه نشستم گفتم یه دست دیگه این اتفاق میفته. 50 میشه 0 اکثر اوقات که میگم یا 50 میشه 100 میشه 0. آره میفهم. یا 50 میشه 100 میشه 150 150 میشه 0. آره دیگه این سه تا حالت خارج نیست، یعنی خیلی شانس داشته باشه که یهو بری و بسازی. میشه 1% اتفاق میفته، ولی 99% این یکی اتفاق میفته. نه کازینو دوزیه. برای همین اون لحظه که شدم، ولی دوستام هر دفعه تا تش رو میدن، یعنی دیگه آخرش مونده $5 و $1 هر چی رو میزه میچینه میذاره اون وسط، بعد یارم همه رو برمی‌داره میذاره اونجا. بعد من میگم آقا تجربه تو که دیگه میبینی، کور که نیستی. آره. تو که دیدی از 10 دفعه که این کارو میکنی 9 باشون میبازی، خب با تو چی میکنی این کارو؟ تو ورده. خب من هر دفعه پولا رو میدم دوباره تو قلک. حالا این سفر داشته باش 6 روز من دارم این کارا رو انجام میدم. روز 6م شده، بچه‌ها نشستیم صحبت میکنیم. نفر اول $2,000 باخته، نفر دوم $2,000 برده،
من $5,500 باختم اوکی. و روز آخرم هست داریم برمیگردیم تو اتاق که فردام دیگه باید چک اوت کنیم بریم. بعد من قشنگ اینجوری دارم میرم ناراحت مثل آدم بازنده دارم میرم بالا تو اتاق. بعد میرم تو اتاق میشینم یه تلویزیون روشن میکنم. خب چاقالم دیگه باختم اینم تو مغزمه. بعد النا نگاه میکنه میگه که سال دیگه نمیخوای بری کازینو؟ خب میگم نه دیگه پولم تموم شد همه رو آورده بودم باختم. بعد میگه که خب پس میخوای بگم تو قلک چقدره؟ بعد یکی از قانونم اینه که النا نمیتونه من میگه تو قلک چقدره. یعنی 3-4 بار طول کشید چون مثلا بهش میگفتم چقدر میگفت یا مثلا میدیدم جلوی من باز میکردم بابا من نه من فضولم تو دعا کن من اینجوریام نگاه میکنم چه دیوونه ای. دیگه الان خودتو بکشم بهت نمیگه یعنی هرچی هم بهش اصرار کنی اینا میگه نمیگم یاد گرفته. بهت نگه که نری بازی کنی ها. اگه چون هر دفعه فهمیدم اینستنتلی داغونش کردم. این وقتی میفهمیم مثلا میگم $500 پایینم چقدر تو قلک $1,000 برو بریم یه رو دیگه 1500 پایینم میدونی. آره میدونم آره واسه میشه نباید بفهمی. خواستم بگم من نگو دیگه سر این دیگه شب آخر بود ساعت 4:30 صبح بود اومدیم تو اتاق ساعت 1 بعد از اون باید بریم یعنی میخوابیم ساعت 11 بلند میشیم جمع میکنیم و میریم دیگه لقش منه. گفتش که بذار بگم تو قلک چقدره. گفتم گفت دیگه بازی نمی‌کنی؟ گفتم نه دیگه پول ندارم. گفتم خب بگم قلک چقدره؟ گفتم آره دیگه بگو دیگه چون که من که دیگه بازی نمی‌کنم پس نمیتونم خودم رو عرضه کنم. اوکی. گذاشت جلوم فکر کنم چقدر بود توش؟ چقدر بود؟ حدس بزن. بگو. 6000. $6,000 آره. توی چند روز؟ 6 روز. تو همین 6 روزه یه هفته‌ای. آره. خوبه. اصلا ببین خیلی بود. ببین ریدم تو خودم یعنی اینجوری نگاه میکردم اصلا باورم نمیشد پولا گرفتم اینقدر کلوف. بعد گفتم یعنی چی؟ توش بوده. گفتم کی من اینقدر جمع کردم؟ من دیگه تو کردی دیگه من که پول آمریکایی ندارم. اصلا پراکورکم ریخته بود. بعد توی یه دقیقه از یه بازنده چاقال شدم برنده. آره ببینید داستان دیگه که تو این حالا کازینو اینجور چیزا هست کلا توی حالا به نظرم حالا حتی استاک خریدن و نمیدونم اینجور چیزا هست اینه که یه سریا کلا طمع میکنن مثلا تا تهش برم ببینم مثلا چی میشه یا نمیدونم حالا هر چیزی. ولی تو باید یاد بگیری که اون جایی که درسته اون پوینتی که هستی دیگه مثلا به یه سود مثلا حالا نمیگم کم یه درصدی از سود رسیدی که فکر میکنی سوده به نظر خودت دیگه استاپ کنی دیگه بیای بیرون بکشی دست بکشی آره. بیرون. این ویدیوهایی که با هم میدیدیم یادته داستانش همین بود. نمیاد بیرون یارو مثلا 2 ساعت ویدیو گذاشته رو یوتیوب که داره این بازی رو هی میزنه بازی میکنه و تا تهش نمیدونم دنبال چیه حالا یارو همینجوری میره. بعد مثلا یارو چه میدونم $10,000 برد بعد ول نمیکنه یارو باز دوباره $10,000 هم آورد تو بازی. آره خیلی جالبه. وقتی سودتو گرفتی برو دیگه یا مثلا بردی من دنبال برد نیستی مثلا دنبال چی مثلا آره من نمیفهمم مثلا یارو هست هی میزنه دستگاه رو مثلا بسوزه مثلا چی بشه. میگم واقعا دقیقاً میگم چقدر میخوای ببری. من همیشه ریاضی کار میکنم توشون و تازه میگم این دفعه ببین بدشانسی آورده بودم. اگه بدشانسی نمیوردم و من برنده بودم ببین چه فیلینگی بود. الان میگم گفت چقدر پول داری؟ میگفتم مثلا من 6 تا رو کردم 9 تا. و اونم میگفت یه 6 تا دیگه هم روش بعد یه شو 15. اون گنگ بود. آره حالا یه سوال تو از اول که مثلا این چند وقت میرفتی کازینو یا هر چیزی از اول اینجوری بودی یا نه بعدن یاد گرفتی نه توی 6 ماه گذشته یاد گرفتم بیام بالا بیام بیرون ازش وقتی که نه هی یاد گرفتم هی نگاه کردم بعد نگاه می‌کردم مثلا دیدم آقا 3 بار اومدم بیرون بازنده ولی اون بازنده که اومدم بیرون یه سال قبلش برنده بودم. بعد خب پس من اگزییت تایم هم مشکل داره نه بازیم. آها بعضی میگم یا بیشتر بازی کنید. گفتم من نیومدم بیرون من چون نیومدم بیرون باختم ولی من یادم یه سال پیش $1,000 گذاشته بودم 1200 داشتم. خب من 1200 میومدم بیرون 200 اضافه پول داشتم $1,000 هم داشتم الان یک سال داشتم فیلم نگاه می‌کردم الان فیلم نگاه نکردم $1,000 هم باختم 200 هم باختم. خب همین این داستان اینه که آدما میتونن یاد بگیرن بس میتونن یاد بگیرن. من همین میگم چرا یاد میدم چرا نمیکنن بچه‌ها چرا تو هفته دیگه بعد پول داشته باشی. اوکی هفته دیگه میشه بگم سیوینگ چقدر بعد بگی $22.
پراودلی، نه اینکه من چاقالم 20 دلار جمع کردم چون گاوم، نه و بگی من گنگم بالا، شعور پیدا کردم که 20 دلارم 20 دلاره، این 20 دلار توی 40 سال آینده میشه 200 دلار، پس محمد 67 ساله 200 دلار داره الان به خاطر یه 20 دلار که من الان گذاشتم که میرفتم بیرون یه دونه همبرگر میخوردم اصلا نمیفهمیدم، مثلا یه پولوور بوم بوم 20. آره من اینجوری بهش نگاه میکنم، بقیه نگاه میکنم ببین چقدر تو چاقالی که تو سن 28 سالگی برای خودت اینوستمنت درست کردی و کل وجودت این بود که 25 دلار بذاری توش، خاک بر سرت. آدما اینجوری نگاه میکنن به خودشون. آره. بعد به خاطر اینکه میگه من خاک بر سر نباشم نمیکنه این کارو. آره دیگه میگه تو اگه بگی خاک بر سر 25 خب بعد بیشتر باید بکنی دیگه. میگه من چقدر احمقم 25 دلار تونستم فقط بکنم، پس بذار احمق نباشم 100 دلار بکنم، یعنی میگه 25 بکشم بیرون که تا موضوع فکر نکنم. آره دیگه مثلا با بقیه باش مثلا چه میدونم با دوستاش طرف صحبت بکنه، یارو میگه خب $1000 سیو کردی، خب $1000 که پول اجارت زحمت کشیدی. آره $1000 سیو کردی، خب پس دیگه کار نکنیم دیگه، بریم آره. یه خونه بخریم تو میامی عشق کنیم. آره بعدما مسخره میکنن، راست میگی، مسخره میکنن. میگم مثلا $200 سیو کردی، به جون مادرم من روزی $200 در میارم. دود منو به خدا مسخره میکردن دوستان، مثلا میدیدن که من $20 آخه اصلا وجود داره، یعنی هممون همینیم. من تا وقتی که موفق نشده بودم مسخره میکردن، چون باورم نمیکردن این بودم من یه کاراکتر دیوونه این کارا رو میکنه. من یه پوینتی که گرفتم این بود که تو گفتی خیلی برام مهم بود، این که گفتی من یاد گرفتم که این کارو انجام بدم تو همین کازینو، نه حالا تو زندگی و حالا چیزای دیگه. همین گمبلینگ و به قول خودت کارایی که تو میبینی دیگه هر ماه دارم میرم. آره هر ماه میری و اینا، خیلی جالبه که میگی من یاد گرفتم که این کارو بکنم و گفتم انجامش دادم و اراده کردم انجام. پس همه میتونن یاد بگیرن، اینجوری نیستش که واقعا طرف از شکم مادرش اومده بیرون بلد باشه آقا سیوینگ کنه. حتی این کارو من تو کازینو کردم، جایی که ما پولتو بدزدن، تو خونه این خبرا نیست. میگم مثلا پوینتش این بود و اینا تو زندگی که مسلما خیلی چیزا یاد گرفتی که داری حالا تو یوتیوب هم میگم خیلی که نه اصلا میگم این کارو تو زندگی کردن راحت تر از تو کازینو کردنه. آفرین. آره کازینو هیجانش هست، اون چیه یه چیزی اضافه میخوای چی میگن؟ اضافه میخوای چی؟ طمع میکنی. آره. طمعش هست، اون جینگلینگش هست، هیجانش هست، بذار یه بار بده چی میشه، میدونی انقدر این داستانا هستش میخواد خار تو رو سرویس کنه. آره. من اگه اونجا تونستم بکنم تو دنیای واقعی باید خیلی راحت تر باشه. آره اصلا تو تختت خوابیدی 20 دلار می‌فرستی 2 سال پس اندازه. اون که اصلا پوینتش دزدیه، اون که اصلا اومده که از تو پول رو بگیره اصلا کازینو و اینا دیگه. اون که اصلا دنباله اینو آقا میخوام چیزو برای بخشی که خارج از ایران زندگی میکنن مثلا کانادا آمریکا میدونن یه چیزی داریم به اسم کردیت سکور. بعد خیلی مهمه. میدونی از چند تا چنده؟ کمترینش چیه بیشترینش چیه؟ آره دیگه بگو. کمترینش من دیدم مثلا 300، بیشترینش هم 800. بیشتری که میتونه باشه یعنی توش گوشن 900 دیگه. 900 اوکی. یعنی ولی هیچ عهد و ناسی نیست دیگه. از 300 تا 900. خب این حالا من میخوام مال خودم رو به محمد نشون بدم توی بانک CIBC. داره نمیاد. بگو عدد. 882 داره. بعد اینا یه مثل نموداره، اینجوری نمودار گرد داره اینجوری. ببین رو 100% میگه. آره اینجوری میچرخه مثلا میاد بالا، مال سوید دیگه داره پاره میکنه. توی بانک یارو دید میگفت، تو بانک یارو دید گفت من تو زندگیم که تو بانک کار میکنم روزی 20 نفر میان اینجوری کار میکنم، گفت تا حالا بالای 860 ندیده بودم. آره حالا این تجربه‌ای که منم داشتم تو این حالا اینم اینجا میذارم که اسمو ببینی. داداش میدونم. من میدونم یه همه میگن چون تو اینجا هستی دوستان به بچه‌ها بگی، چون میذارم چون خیلی جالبه این اتفاقا. آقا من وقتی که فالوورام کمتر بود یه حالت مثلا رفاقتی بود، همه بچه‌ها گفتن بچه‌ها اینجوری همون. الان که یه خورده گنده تر شدم هر چی میگی یه دونه اپوزیتش هم هست. یعنی میگی پول دارم 7 رقمی، میگن آها سنت حساب کرده 5 رقمی. آها دنبالت هم میخوان همه یه چیزی دارم میگن که نداره دروغ میگه، داره میگه. واسه همین الان تو اینجاسی خیلی خوبه که نشون میدن تو میگی. ببین کلا یوتیوب و مدیا کسی که کار میکنن داستانش اینه که یه سریا کلا همیشه هستن میخوان ترتیبتو بدن، یعنی آره هیتر همیشه هست، میخوان درز سرویس کنن هر جوری شده دیگه. حالا میخوان هیت بدن، کامنت بذارن،
داستان همیشه برای من تو این چند ساله که حالا یوتیوب و توییچ و اینا نگاه میکنم خیلی اینو دیدم، یعنی واقعا همه اذیتن از این موضوع و یه جورایی سختی کار چیز دیگه، کانتنت کریئتور بودن دیگه. کارش نمیشه کرد، چون به نظرم هر کاری تو این دنیا سختی خودشو داره. اینجوری نیست که حالا تو یه دکمه بزنی و بعد نمیدونم اشغال کنی و اینا. کانتنت کریئتور بودن و نمیدونم تولید محتوا اینا هم این داستانو داره دیگه. اینم سختی کار این کاره دیگه. بعد آره راست، همه باید یه جوری باش کنار بیان. حالا میگم من این کارو کردم که خودم واقعا تو حسابتون نشون بدم. برعکس گنگ این ویدیو امروز طولانیه چون اولینشه، ولی از این بعد ویدیو درست میکنیم زیر نیم ساعت خواهد بود و توی اون نیم ساعت من راجع به خوبیایی که تو اون هفته برای پول اتفاق واسم افتاده صحبت میکنم، پولی که ضررم کردم صحبت میکنم. مثلا این بارون که اومد برای من 1000 خورده رو خرج داشت چون بعد رو تمیز میکردم از این حرفا. این خرج چپ و راست داری بالا پایین داری زندگی یاد میگیری که مثلا این هفته مثلا همین داستان کازینو رو تو دیدم. تو هم باید شروع کنی پازیتیو دادن، چون من الان 20 ساله دارم جمع میکنم. بچه‌ها باز براشون سخته با من کانکت کنن، چون میگم آقا که 20 سال کرده خدا چه میدونه 10 سال دیگه هم نوزخرفتی که همه میگن همیشه. ولی تو الان شروع کنی کردن و به بچه‌ها بگی یه سری آدم‌ها با تو شروع میکنن و برای وقتی که شروع میکنین دلم میخواد ازتون خواهش میکنم برای خودتون این کارو بکنین، به اسم من برای خودتونه. زیر من کامنت، زیر ویدیو کامنت بذارین که چقدر حساب پسنداز دارین. اینم برای بچه کانادا و آمریکا و انگلیس و استرالیا و اینجوراست. من اکثر ویدیو درست کنم برای بچه خارج از ایرانه، چون که من قانونای اینجا رو بلدم، من اینجا بلدم چیکار کنم. من ایران نمیدونم چه اتفاقی باید بیفته. درست. تو میتونی منطقه کار منو بگی تو ایران انجام بدی، من نمیدونم کجا باید بذارم. اینجا میتونم بگم کجا باید بذاریش. آره البته ببخشید اینو بگم، فقط بچه‌ها کامنت بذارین به من بگین چقدر اینوستمنت دارین. مثلا بزن 27 سال $1000. بعد من میخوام هر هفته این کامنت اضافه بشه تا یه روزی 10 سال دیگه برسیم 37 سال $400,000، 39 سال $1,000,000. دوباره میگم $100 در هفته، ببخشید $100 در اصلا بزنین بگیم $100 در هفته اگه بذاری کنار میشه $4.5 میلیون وقتی 65 سالت باشه. یه کامنتی من زیر ویدیوهای تو میبینم یه وقتایی یا زیر پستات، برعکس حالا اونایی که تو ایرانن معمولا میگن سویل این داستانی که تو میگی، من خیلی دیدم این داستانی که تو داری میگی تو ایران جواب نمیده پس کلا کنسل. میدونی چیه؟ میفهمم. خب تو ایران یعنی خودت هم میدونی دیگه محدودیت و به هر حال خیلی داستانا هست. حالا متفاوته خیلی با اینجا. میفهمم یا کسایی که آمریکا یا هر چیزی. خب ببخشید میگفتیم آقا تکنیکال دیفیکالتی داشتیم، دوربین خاموش شده بود برگشتیم. حالا اوکی. داشتم چی میگفتم؟ گفتی کامنت میگیرن بچهای ایران. آره. ایران نمیشه که تو ایران نمیشه کلا کنسل میکنن. میدونم. ببین کلا مشکل که همه دارن، حالا هر کسی حالا فقط چی میگن اون اندازش فرق داره دیگه. مشکلات و اینا رو به هر حال همه دارن. ایران هم خب خیلی سخت داره، میفهمم. من خودم از ایران 1.5 سال اومدم پس میدونی چی. آره میدونم که داستان چیه. ولی خب هر کی به اندازه خودش به نظرم اگه بتونه شروع بکنه این قضیه رو، حالا سیوینگ یا هر چیز دیگه ای، به اندازه خودش واقعا و خودشو با خودش مقایسه بکنه، با بقیه مقایسه نکنه، مثلا میتونه پیشرفت بکنه. میفهمم سخته، خیلی هم خوب میفهمم. کسایی هم که کامنت میذارن و اونا رو هم من میفهمم واقعا، حتی شاید دارم لایک کنم ولی اوکی میشه، یعنی اونم میشه یه کاریش. آره منم کلا کامنت هم بیشتر واسه برعکس خارج از ایرانه و آره. کسایی که میدونم اینجا میتونن با ماهی $100 میلیونر شن. آره. یعنی بعد کسایی که بتونی ماهی $100 بذاری کنار و الان تمام ایران الان بهش اینجوری نگاه کن. من وقتی اومدم کانادا سال 2000 بود تقریبا. آره. یه سری آدما اینجا بودن از من بگو مثلا 1980 1990 شروع کرده بودن اومدن ها. پس یعنی کسایی که 1990 1980 اومدن آلردی مال 45 سال پیشن. آره. تمام اونا باید میلیونر باشن، تمامشون. حالا سوال اینه آیا تمام ایرانیایی که سال 2000 به قبل اومدن میلیونرن؟ من جوابشو میدونم که نه، 10% هم نیستن.
1%شون هستن. اوکی. خب این خیلی بده. یعنی همه آدما تایم رو باید بازی کنن. یکی آره به قول ایشون پول نداره، آره. یکی هستش وضع مالیش خوب نیست، یکی از موقعیتش خرابه، یکی هست هزار هر کی هزار تا دلیل داره که چه مشکلی داره، هر کی هزار تا مشکل داره. آره. ولی داستان این که تو چقدر پول جمع بکنی به تو ربط داره. یه دونه مثال من شنیدم خیلی عاشقش شدم. میگه همیشه 1000 تا دلیل هست که چرا یه کاریو نکنی. به این فکر کن، خیلی جالبه. هر کاریو که تو فکر کنی، حتی ورزش، میتونی 1000 تا دلیل بیاری که چرا نکنی، برای چه جوری بهتره که نکنی. واسه همین پس دلیل آوردن کافیه. من دوباره مثال، این تکرار مثال نه، اینو دوباره تکرار میکنم. آدمیایی نه یکی دوتا، بالای 50 نفر آدم میشناسم که زندگیشون با وقتی که 1500 در می آوردن با وقتی که الان 20000 در میارن فرقی نکرده. ماشینش هوندا سیویک بود، الان رنج رووره. خونه‌اش یه خوابه بود، الان 2 خوابه است، ولی هنوز کارگاه اتاق میخوابه. میفهمی چی میگم؟ چیزی که مثلا شب ساعت 3 بلند میشه میره اون اتاق میخوابه، میگه نه زندگیم عوض شده. نه، فقط گفته که وقتی من میرم میگه 2 خوابه دارم. این ایگویی که همه دارن به همه نشون میدن من گنگم بالاست، اولا هیچ کسی واسش اهمیت نداره واقعا. دوما هیچ کسی داره نرفته خونه کسی ببینه یارو هوندا سیویکشو عوض کرده تویوتا کمری الکس ادیشن 5000 سیریز رو خریده که فقط 2000 تازش ساختن. یک اپسیلون یارو نمیاد خونه بگه آو محمدم که دیگه رفت جز پولدارا دیگه بابا کمری سواره. ها، این داستان هوندا کمری تو همه آدما پیش میره جلو. حالا تو دنیای من مازاراتی ماشین تخمیه. مثلا میگم وقتی مثلا رفیقم میاد اینجا میگه مازاراتی خریدی؟ خوشم نمیاد، تخمیه. ولی یکی که تو دنیای سیویک و فلانه براش خفنه، اون که واسه من ارزشی نداره. من تو دنیای اون نیستم، من تو دنیای خودمم. تو دنیای من مازاراتی ماشین تخمی حساب میشه. پس منی که میرم بیرون احساس میکنم واو چه گنگی دارم. قبل ازم که تو این گروه نبودم، تو تویوتا بودم و سیویک بودم، اونم که صحبت کردیم. پس همش تو سر خودته. تو سر خودت داری با خودت مشکل داری که آیا من خوبم آیا من خوب نیستم. من اصلا کاری ندارم به این جواب. میگم به جهنم هر چی که هست جوابش. تو خوبی یا بدی اصلا مهم نیست. تو همینی که هستی و همینی که تو این زندگی هستی باید خوشحال باشی. پس حالا که هستی و امکان 99% قرار پیر بشی و بمیری، بیا از این یه سنتیایی که قراره توی زندگی بهت میدن یه قلک پر از پول درست کن برای خودت. چیه این داستان ایراد داره؟ چرا نمی‌کنین؟ کدوم پارتشو نمیفهمین که تو 20 سال اول شما نمیبینین این قلک داره پر میشه؟ من وقتی اون جعبه رو توش می‌ریختم تا 4 سال اول، یه جعبه بود توش 50 تا پنی بود. هر کی من گفت چی آشغال تمیز کنیم جارو کنم، خوری زمین ریخته اونجا. کسی فکر نمی‌کرد این یه چیزی بشه که هر کی میاد خونه قشنگ ترین چیز خونه منه. از مازاراتی من بیشتر این توجه گرفته. کلا میگم آدما باید خودشونو با خودشون مقایسه کنن، میدونی؟ یعنی منم باید یاد بگیرم واقعا خودمو هی با بقیه مقایسه نکنم. اصلا مقایسه نکن، تو فقط خودتو بهتر کن هر روز. آره همین که هر روز مثلا یه اتفاق جدید تو زندگیت میفته، باید بگی که آقا من دارم رو به بالا حرکت میکنم، دارم پیشرفت میکنم. و پیشرفتم نباید نگاه کنی بگی آقا یه روز من مثلا چه میدونم منشن داشته باشم تو مثلا وست و میدونی همچین چیزی میگم. آخه واقعا نمیشه. آره یعنی میشناسی حتی یه نفره که یه روز پول شده باشه؟ از راه از چه راهی؟ آره دزدی. آره خب همه معلومه که آره. یا مثلا لاتاری ببری که خب مسلما میگم یا دزدی شو بس یا لاتاری. آره ولی بس یا وقت یا دزدی یا لاتاری. اگه دزدی یاد نیستی بکنی، لاتاری هم که نمیدونی. از اگه دزد نیستی اینو کار من شروع کن دیگه. آره دیگه. از من هر هفته ریمایندتون میکنم، چون داشتم این فکر کردم که آقا من الان چه گوی دارم میخوام تو این پوزیشنی که هستم. مثلا ویدیو درست میکنم، با آدمای متفاوت صحبت میکنم، حال میکنم، اوکی دمش گرم، خیلی حال میده. من چطوری میتونم به آدینسم کمک کنم؟ چطوری میتونم آدینسمو قوی تر کنم؟ گفتم آقا من از میشم هر هفته مختون رو میجوام سر این موضوع. هر کی شعور داره میخواد زندگیش بهتر بشه، من که کونم گوشتم درست کردم. تو باید یه دکمه پلیو بزنی، بری تو حمومت شروع کنی مسواک زدن، اینم پشت سر پخش بشه.
وقتی هر هفته تو اینو بشنوی ناخودآگاه وقتی داری میری بیرون میگی $20 رو زمین پیدا کرد میذارم توش. مثلا میگم این یه مثال خوب خواهد بود برای هر کدومتون. اگه الان درخواستو باز کنی یه $50 پیدا کنی چیکار میکنی با اون پول؟ اگه جواب نداری برای زندگیت پلن نریختی، چون $50 اضافه تو زندگی آدم میاد، تو تولدت میاد، تو گمبلینگ میبری، رفیقت بدهکار بودی پولشو پس میده، یه کار جدید میگیری، یکی به تیپ میده، پول پیدا میکنه رو زمین. $50 یه متفاوت یا $5 متفاوت میاد. ما همیشه به این فکر میکنیم که این پوله که اومد کجا رفت. آره می‌بینی پوله کو؟ مگه من مثلا 1000 تا اضافه تر نگرفتم؟ چی شد؟ هیچ وقت نمیبینیش. هیچ وقت نمیبینی. حالا یه مثال برات بزنم اصلا باور نشه. کجا رفت؟ من یه بار یه دونه $1,000,000 اومد تو حسابم. من بزرگترین پولی که یه بار اومد تو حسابمه $1,100,000 چیزی اینطوری بود. پولش چی شد؟ تو هم اصلا کجا رفت؟ ببین بعد اینجوری فکر نکن که مثلا من خودم وقتی که کوچیک بودم میگفتم اگه من یه روزی $1,000,000 لاتاری ببرم، نه که خودم مثلا یه روزی $1,000,000 لاتاری ببرم، اولین کاری که میکنم میرم $40,000 2 تا بلیت فرست کلاس میخرم، یه هتل خفن و یه ماه توی مثلا پاریس یا اسپانیا اجاره میکنم، یه مسافرت 2 ماهه میرم با فرست کلاس و هر روز لابستر رو هر روز ماساژ بگیرم، 40 تا خرج میکنم. بعد $20,000 میرم یه دونه رولکس میخرم. این فکرم بود. بعد 940 تا هنوز مونده، هنوز همون $1,000,000 مونده. بعد حالا بریم ببینیم چیکار میکنیم. خب این تو مغز من بود. آره میفهم. این $1,000,000 اومد، هیچی که نشد به کنار، نه ساعت رولکس خریدم، نه مسافرت رفتم، مسافرت بعدی من با بدهکاری رو کریدیت کارتم خریدم. خیلی واقعا تیپیکال همه ماهاست. بهت میگم این فکر میکنی میگی پوله $1,000 پوله نیستش، رفتار توه. آره میگم با $1,000,000 کردم دیگه آقا. یه موقعی که حرف میزنه یکی میگه من فکر میکنم، بابا من کردم جلوم بوده. بذار عکسش هم بهتون نشون بدم. ببین حالا حتما من مثال $1,000 زدم، حالا تو میگی 1,000,000. لاتاری 100 میلیونیش هم میگن همین میشه. بابا خیلی دیگه یزیدی ما. میگن کسی میگن 95% کسایی که لاتاری بردن تو فاصله 5 سال بدتر از پوزیشن یعنی اون روزی که لاتاری بردن، یعنی پایین‌ترن. هر روز که میرم تو خیابون این لاتاری‌ها رو میزنن اینجا رو زمین یه استندی میذارن، معمولا رونا مینویسن. بعد مال هر هفته رو معمولا مینویسن، اینو نگاش میکنم میگم مثلا اینو ببری چی میشه فلان و اینا. خیلی بچه‌ها که اینجا هستن دوستای منم مثلا خیلی همیشه بخون فکر میکنیم، ولی خب پشمام. حالا نوتشو بخون. اول بخون چقدر چکه تو میکروفون بخون. اوکی. $420,000. آره $500,000. بعد نوتشو بخون برای چیه؟ I love your $15,000 چک واسه دولتا میخوام. بعد این اون یکی حساب. بله. اون $1,000,000 رو به محمد نشون دادم. پوله اومد اصلا هیچی نشد. هیچی نشد دارم بهت میگم. یعنی نه که بره یه ماشین نقد بخری، نه یه خون، هیچی. یه خودش رفت تو این حساب، یه خودش رفت تو اون حساب، یه کریدیت کارت اونوری بود اونو پیاف کردیم، همینجوری یه خود طلا بخر، یه خورده بیت کوین بخر، همینجوری غیب شد. خیلی وحشتناکه اون قضیه. خیلی وحشتناکه. یعنی یه چی میاد چی میشنوی. الان گفتی واقعا مغزم ترکید. به خاطر همین اگه منم واقعا مثلا میگم نگاه میکنم اگه اون 70 میلیونی رو ببرم یهو هیچ کاری وارد نکنم چی میشه؟ 5 سال میگذره میبینی هیچی نداری، میگی واد چی شد 70 میلیون کو. ببین یاد نگیری پولتو منیج کنی میشی جزو 95% آدمایی که بهشون چند $10 میلیون پول دادن و باز نتونستن. یعنی تو فکر میکنی اون لحظه یارو وقت داره یه حسابدار استخدام کنه، یه وکیل استخدام کنه، کورس دانشگاه اصلا وعده بره معلم دانشگاه رو استخدام کنه، میگه آقا من $10,000 میدم جمعه شب خونه من به من روزی 2 ساعت درس بدن یاد بگیرم حسابداری چیه. 100 میلیون پول 50 میلیون دلار پول وردی دیگه. یه دونه معلم دانشگاه کل حقوقش در سال 200,000 داره. تو میتونی بری 100 تا بهش بدی بگی آقا من میخوام تو رو 3 سال استخدام کنم، هر وقت خواستم زنگ بزنم تو جوابمو بدی. یارو لیست هم برات میزنه. میدونی چی میگم؟
ولی وقتی 95% نمیکنن معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا تو وقتی که بلد نباشی پولو درست حساب کنی، اگه تو $4 تو نمیفهمی ارزشش داره، ارزش $400 میلیون هم نمیفهمی. اگه توی زندگی هستی و دیپرسی، پادشاه هم بودی، بیلیونر هم بودی، 10 تا زنم داشتی، همین گوی بودی که گوی بودی، چون لیاقت تو نمیفهمی. لیاقت تو بفهم، ارزش تو بفهم. 4 روز بیشتر زنده نیستیم، زندگی تو بکن و نمیدونی چقدر راحت زندگی کردن و پول دار بودن حال میده. یعنی تو کسی هستی که ویو خیلی خوبی رو زندگی من داری. یه آمار میدی؟ من اصلا خودم میخوام بشنوم، میخوام تو توهمم نیستم، یه آمار رو من بده. بگو مثلا یه رفیقی داری میخواد تعریف کنی، به منم بگو مثل اکس که راحت بشی. یه رفیق داریم به اسم آقای اکس. نامرده یارو. حالا اون گفت اکس، تو چرا گفت؟ خیلی یزیده یارو. یه رفیق داریم اسم سهیل. خب از کجاش بگم؟ ساید چه خوشگذرونی پول داری؟ ببین کلا که خونه نیست، یعنی میگه هستم ولی کلا هر 2 هفته یه بار مسافرته. بهتر اینجوری بگم نیست که الان فکر می‌کنم میری بیرون کار می‌کنی. نه سوال کلا کار نمی‌کنه. نیست فکر می‌کنم میره بیل میزنه. نه اصلا سر کار نمیره. این 1 2 اینکه هفته یه بار مسافرته و بقیه وقتا هم چیل میکنه دیگه. کی میخوام کی پا میشم؟ معمولا ساعت فکر میکنم که نه جوابش که هر وقت خوابم میاد میخوام، هر وقت خوابم نمیاد بیدار میشم. آها من خیلی جدی رفتم تو دیتیل. ولی واقعا همینجوریه دیگه نیست؟ آره دیگه. یه روز از 3 وقت خوابم. آره من یه وقتی مثلا میرم تو اتاقش میبینم که خواب سهیل، من انتظار دارم که آها تلویزیون روشنه، مثلا تیوی میاد بعد داری خوابه، سهیل کو خواب. یهویی خوابه. حالا من پوینتم چیه؟ پوینتم اینه که به عنوان یه نفری که خیلی سایدهای زندگی رو دیده، خب من میفهمم آدم‌ها موقعیت متفاوت بودن، از رفاقتی، از خانوادگی، همه مالی، همشون. من آدم خوششانسی بودم و فضول، یعنی خوششانسیش به تنهایی کافی نیست، فضولیش هم خیلی مهمه. من خیلی فضولی میکردم تو کار همه. چیکار میکنی، چقدر خوشحالی، چقدر ناراحتی، چقدر پول داری، چقدر داشتی، از کجا در آوردی، کجا میخوای باشی. میدونین بچه که بودم مثلا مام بابا با رفیقامو گریل میکردم. به خاطر همین کاری که میخوام بهتون بگم انجام بدین اینه که همه آدما فکر میکنن یه چیز دیگه‌ای متفاوته در آدمای دیگه. این چون پول داره اینطوریه، این چون باباش پولدار بود، این چون دانشگاه رفته، این چون درآمد. همیشه یه چونی هستش، همون هزار تا دلیله. ببین هیچی باحالتر از این نیستش که من الان دارم. خدایی دارم بهت میگم. یعنی این که از خواب بلند میشم ریلکس، بچه‌ها میپرن روم، شب میخوام دیشب یه حال کردم تا 4 صبح حال کنم. اصلا نمیدونم چرا. موزیک روشن، تلویزیون روشن، گل میزدم برای خودم، تلفنم بودم. یه دونه اتفاقا پرواز چیزو گرفتم. جنیوری سفر نداشتم، جنیوری کردم توش. من مثلا تعجب کردم نه بابا خواهی بری سفر و هر روز سفر. بعد مثلا میگه از این کارامو کردم، داشتم عشق میکردم. ولی اصلا فرض کن توی همچین زندگی داشته باشی، بعد بخوای به سر کار ساعت 8 صبح، خب نمیتونی دیگه. 4 صبح استرس گرفتی، عذاب گرفتی. خیلیا نمیتونن تو سن من این چیزی که من داشته باشم و داشته باشن، به خاطر اینکه شانس منو ندارن، جایی که من هستم و ندارن، پولی که من داشتم و نداشتن، دویدنی که من کردم و نمیخوام بدون، هزار تا دلیل ها. ولی تمام آدمایی که نمیتونن مثل من الان پولدار باشن، وقتی که سنشون بره بالا 67 میتونن پولدار باشن. خب حالا اگه کسی دوباره میگه من 67 او پیر شدم به جهنم فلان، من 25 سال دیگه، من 67 سالمه الان. خیلی از شما که نگاه میکنین 25 سالتون، یعنی یه زندگی اینطوری من اونجا رسیدم به همین صورت. 1 2 بابای من الان 90 سالشه. خب بابای من یعنی 30 سال پیش شده 67 سالش. بنده خدا. خب 30 سال پیش، حالا بگو 25 سال پیش، وقتی که من اومدم کانادا، بابای من اون موقع میتونست بگه که من چون ماهی
هفته‌ای $100 گذاشته بودم کنار که بابای من به راحتی میتونست 5 برابر 10 برابر اینو بذاره کنار، ولی ما داریم میگیم هفته‌ای $100. خب بابای من گذاشته بود کنار. وقتی که ما اومدیم کانادا به بابا گفتیم خب بابا شما چیکار میکنین؟ شما میمونین کانادا برمیگردی ایران؟ میگفت دیگه برام مهم نیست، چون من یه پلن داشته بودم بشه 65 سالم بشه دیگه لازم نیستم به دنبال پول باشم، چون حساب نام انقدر پول داره توش، خود حساب انقدر در ماه پول میده، من اگه بیشتر بخوام ازش میکشم، اگه کمتر بخوام بهش اضافه میکنم و دیگه بریم اشغال کنیم. بعد فکر کنم من تو اون پوزیشن چه زندگی درست میکردم. یعنی اگه مثلا اون بیزنسی که من داشتم 10 برابر بزرگتر میشد، اون شریکی که من گرفتم بیزنس منو بی‌ناموس کرد دیگه نمیگرفتم، با بابام شریک میشدم. میفهمید چی میگم؟ یعنی کلا خانواده‌ام قوی‌تر بود. پس الان کی میتونه برگرده بگه که بابای من 1% نمیخواست تو سن که ما اومدیم کانادا تو اون موقعیت بود؟ هر آدمی با کوچکترین عقل، حتی به میمون اگه بتونین سوالتو بفهمونی، میمون منظورش اینه که من میخواستم پول داشته باشم 65 سالگی بیکار شم، ولی بابای من 65 سالگی بیکار نشد، اومد اینجا 3 ماهمون باید برم، رفت اینو یه کار دیگه داشت، بعد یه کار دیگه داشت، بعد یه کارخونه دیگه زد، بعد یه آفیس دیگه زد، بعد 4 تا دادم چی ساخت، بعد یه خونه ساخت، کار. الان اومده 7 سال اینجاست، دیروز رفتم خونه‌اش میبینم تلفن زنگ میزنه وکیل ایران، یعنی هنوز داره کار میکنه. حالا یه پولش یکی خورده، پول یکی رو میخواد بخوره دیگه، من نمیدونم داستانش چیه، و یه دو بیزنس دیگه ها. آره ریلکس نیست، صبح بلند نمیشه بگه پرنده سفیده، صبح ببینید که الان آقای افسردیاری چی میخوان بگه، الان اون یارو وکیل اون قاضیه چی میخواد امضا کنه، ها رو اعصاب دیگه. پس تو میتونی ببینی از رو پدر مادر خودت، از رو پدر مادر بزرگت، از رو فک و فامیل سمبالات، که این خیلی از آدم‌ها سالیان سال پیش، یعنی وقتی من بابام 65 سالش شد من تو تجریش فلافل میخوردم، تو سهیل فلافل خورد تو تجریشو با این دریوسه الان مقایسه میتونستم بکنی؟ یه دنیا این 30 سال خیلی طولانیه. فکر کن بابای من این 30 سال فقط حال میکرد. خب آویسی بیشتر بهش خوش میذاشت، خب معلومه بیشتر حال میکرد تو اون پوزیشن باشه تا اینکه بره کار کنه. حالا پوینت من چیه؟ هر کاری که الان میکنیم الان رو نمیتونیم زیاد تاثیر روش داشته باشیم. تاثیر میتونه داشته باشیم ولی نمیتونه به قولشون یه شب $3,000 یه شب بری منشن بگیری. آره الان نمیشه این کار کرد. ولی وقتی تو الان 28 سالته، میدونی 40 سال دیگه میشه 67 ساله، تو الان فرصت خوبیه که شروع کنی جمع کردن این پول رو. بعد آدما خیلی اصرار دارن که ببینن نتیجهشونو همون لحظه. نه اصلا کلا. و من میگم آقا وقتی یه پلن درست میکنی واسه 40 سال دیگه است، چطوری میخوای نتیجهشو الان ببینی؟ وقتی یه خونه میخوای بسازی که 8 ماه دیگه ساخته میشه، چجوری میخوای امروز ببینی چی شده؟ یارو یه دونه چوب میاره، اینکه خونه نشد، یه دونه چوب گذاشتن ولش کن برین. بابا یه چوب میذاری رو زمین، بعد یه چوب دیگه میاره رو اون چوبه، بعد یه چوب میاره رو این چوبه، بعد اون پلاستیک میزنی، اون آهن میزنی، بعد این میشه خونه. همه بچه‌ها که سوی میکنن همه چوب میخوان میزنن. او 2 ماه گذشت فقط زمین رو صاف کردی، من اکستریم میگم که قرار به ما قول خونه داده بودی که میذارم میرن. بابا وایسا بعد بگذره 40 سال. تو 15 سال میتونی نگاه کنی بگی این پول نشده. 25 سال هم نمیتونی کار کنی. مادر سگا یه ساله نگاه میکنن. 6 ماه بیشتر حالا $100 رفته بالا. خب می‌خواستی چی بشه؟ می‌خواستی بیان کلید کانادا رو بدن به تو؟ اوه شما $1,000 گوشی تو سیوینگ بفرمایید، کانادا مال شما هستن دیگه، شما اصلا پول مال شما. می‌خوای عکستو بزنیم روش؟ عکس باباتو میدی چاپ کنی بذاری؟ میدونی؟ طول داره 40 سال 50 سال یه خونه می‌خوای بسازی، نمیتونی یه روز انتظار تاشو ببینی. هیچ چیزو نمیتونی ببینی تا واقعا ماه آخر. تو خونه 6 ماه اول شبیه خرابه است، بعد تو 2 ماه آخر تو شروع کنی می‌بینی تبدیل. پولم همینطوریه. تو 30 سال اول پولت خرید نمیشه، ولی تو 10 سال آیندهش مثلا میگم تو 30 سال اول اگه مثلا 2 میلیون جمع کنی، تو 10 سال آخر 40 2 میلیون میشه 4 میلیون. یهو دبل میشه. یعنی فکر کن تو 30 سال 2 میلیون جمع کردی، بعد دیگه تو 7 سال 2 میلیون دور جمع میکنی. آره دیگه. اونجا تاثیرش میبینی، میگی من 50 سالگی مثلا 2 میلیون داشتم، 67 سالگیم 6 میلیون دارم، چی شد؟ یا 2 بار دبل اپ کرد. نه تازه 2 میلیون میشه 4 میلیون، 4 میلیون میشه 8 میلیون. آره دیگه. یعنی مثلا فکر کن 47 سالگی، 48 سالگی، 50 سالگی 2 میلیون داری، بعد 10 15 سال بعدش
8 میلیون داری و تو میگی آقا من 30 سال جمع کردم شد 2 میلیون، چطوری تو 10 سال 15 سال شدی و 8 میلیون 6 میلیون کجا اومد؟ باید یه ذره بیشتر این قضیه رو درک بکنیم. منم الان نمیگم که میدونی منم دارم سعی میکنم به اون حرفت فکر بکنم دیگه که داستان چی میشه، چه اتفاقی قراره بیفته و اینا. منم نمیگم که آره مثلا حتما تو مثلا 4 میلیون 8. نه دیگه منم مثل بقیه هم دیگه. الان به قول تو اوریج ویو مثلا شاید مثلا بچه‌ها همه 25 26 هم سن و سالای خود من باشن دیگه. خب میخوام بگم منم درکشون میکنم، یعنی منم تو اون قضیه اینجوری نیست که بگم نه من دیگه الان میلیونرم، من دیگه نه، منم دارم همون چیزایی که تو میگی و بهش فکر میکنم. واقعا اینجوری نیست که منم بگم یعنی نه دیگه من الان پس پولدار شدم. نه منم دارم ذره ذره این چیزایی که میگی و بهش فکر میکنم و همون بعد انجام بدیم دیگه. منم به خاطر هر کی یه جور پوزیشنی که به خاطر پوزیشن چی میشه فارسی؟ جایی که به خاطر جایی که شما به من دادین که اینجا باشم و بیام یه تریبونش باشم حرف بزنم، من وظیفه خودم دیدم که این کار براتون انجام بدم. این فراموشی، این حواس پرتی، این بیخیالی کوتا 40 سالگی اومدن و وظیفه منه که رو شما بردارم. ولی به خاطر اینکه این کارو بکنم شما باید هفته یه بار این ویدیوی منو که از این به بعد یه اسمی واسش درست کنیم، یه اسمی واسش درست کنیم که بیزنسی باشه. بعد اتاق فکر بریم فکر کنیم. اتاق فکر. آره. یه اسمش هم درست می‌کنیم. این ویدیو رو هر هفته نگاه بکنید و این باعث میشه که شما ریمایند بشین، سیوینگ فلان بسار. و از این به بعدم میگیم که توی هفته گذشته چقدر پول گذاشتیم کنار. من تقریبا هفته $2000 میذارم کنار. این آمار بنده است. اوکی. شما چقدر؟ 0 الان. آره من اوکی 0. خب بس من 2000 ایشون 0. ببینیم هفته دیگه چی میشه. دمتون گرم. چاکس. Sorry.